وقتی یک محبتی به کسی میکنیم اونو نگیم، بی منت کاری بکنیم، بذاریم حال واقعی به یکی بدیم، از صمیم قلب محبت کنیم، با وجودمون با عشق یک کاری برای کسی بکنیم، هیچ وقت هم حرفشو نزنیم، بذاریم حال کامل ببره. صائب میفرمایند فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را، عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است. وقتی داریم حال میکنیم بذاریم حال کنیم به معنی واقعی، فردا رو ولش کنیم، خیلی چیزهای دیگر هم ول کنیم، به معنی واقعیش در اختیار حال باشیم و اون محبت باشیم و حالش رو ببریم. حافظ هم میفرمایند دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. اگه قرار منت بذاری، اگه قراره که تکرار کنی، چه ارزشی داره؟ بهشت هم ارزشش نداره. جمع کن بابا.